فكان الدنيا المرتل عليا، دنيا المرتل عليا، وللحياة ربيع يهمي على الروح ريا، ومرفأ والأماني ظلاله تتفيا، فكان الدنيا المرتل عليا، دنيا المرتل عليا، وللحياة ربيع يهمي على الروح ريا، ومرفأ والأماني ظلاله تتفيا، بالدمع تتلوه عيني والقلب بات نديا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. و از قرآن آنچه را که شفا و رحمتی برای مؤمنان است نازل می کنیم، ولی بر ستمگران چیزی جز زیان نمی افزاید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقه قولی. اللهم انا نسألك موجبات رحمتك و عزائم مغفرتک. خدایا گناهان ما را ببخش. خدایا این روزهای پرمشقت از امت بردار. خدایا روزهای خوشی را هم نصیب ما بگردان پروردگارا. برادران و خواهران عزیزم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدای را سپاس گزاری میکنیم که باز به ما و شما فرصت عنایت کرد که لحظات در مورد مسئولیت های خود ما و بحث و مذاکره بشینیم. امروز یکی از مطالب را که من حیث مسئولیت ما میخوایم بیان بکنم در رابطه با استفاده از وسایل و ابزار هست که بشر با علمش، با تکنولوژی که خدا نصیبش کرده به سرعت پیش میره. اختراعات جدید است. هر روز یک وسیله و ابزار در خدمت بشر میگذارن و از ترقی و از پیشرفت بشر و پیشرفت و ترقی بشر علاوه میکنن. طبعا این افزار و وسایلی که در دسترس بشر قرار میگیره میشه از این دو طریق استفاده شود. یا خدای ناخواسته به تباهی بشر، به ویران کردن کانونهای خانواده و اجتماع ازش استفاده شود، و یا برعکس در اصلاح و بهبود روابط و خدمت به جامعه ازش استفاده شود. ما وقتی از خدمات بشر خدمات بشر را وقت بررسی میکنیم که خصوصا در همین ساحه یا بگیم در زمینه برقرار شدن روابط انسان ها، چیزهایی را که اختراع کردن، چیزهایی را که تیار کردن در خدمت بشر گذاشتن، یکی از اونها وسایل ارتباط است. این ما میتونیم از تلویزیون و رادیو و مجلات و اخبار و تلفن ها هم به شکل های مختلفش نام ببریم.
که استفاده درست از این وسایل در سعادت و خوشبختی انسان کمک میشه و اگر استفاده نادرست کردیم طبعا جای سعادت شقاوت میگیره، بدبختی ها هست، شامل حال انسان ها میشه، شامل حال خانواده ها میشه، اجتماع ها را به هم میزنه. همونطور که در پیشرفت جوامع نقش دارن، در بدبختی جوامع، در تباهی جوامع هم نقش بسزایی دارن. حالا ما میریم به طرف از این که این وسایل یک ذره سرش مرور کنیم. مثلا بعض راپورهایی هست که تا به حال بیش از 20,000 شبکه تلویزیونی در عالم است. بیش از 20,000. از اینا تنها قریب 3,000ش با آنتن‌های بسیار عادی گرفته میشه. 3,000 چینل هم میتونیم با آنتن‌های عادی ازش استفاده کنیم. اگر آنتن‌های هم که پیشرفته هست با تکنیک نو، ممکن است از همه چینل ها استفاده کنه انسان. و در اینها تقریبا 380 شبکه مشغول موسیقی و رقص و پایکوبی است. 275 چینل ادیان تحریف شده است که ایرا در سطح جهانی پخش میکنن برای تبلیغ همون دینهای منحرف و ساختگی. 230 و چند چینل بسیار مبتذل که ضد اخلاق، ضد عفت، ضد کرامت انسان پول به دست میارن و یا میخواین همین نظام به بدبختی ها بکشانن. 230 و چند شبکه هست با لسان‌های مختلف. 74 شبکه تنها مود لباس است و هر روزم و یا هر سالم در عددش افزوده میشه. اینا مشغول هستن. یکی دیگه هم طبعا ازش استفاده درست میشه. چینل هایی هست که برای اخلاق، برای علم، برای تکنیک، برای اینا خدمت میکنن. اینا را به نمایش میگذارن، اینا را در خدمت بشر قرار میدن. از علم است، از فرهنگ است، از اخلاق است، دین هایی است که انسان ها را به طرف سعادتشون میکشن. و میبینیم که در همه عالمی که امروز خیلی کوچک شده با همه ابزار و وسایل، رابطه ها بسیار به هم نزدیک شده. حوادث بسیار خطرناک که بعد از قبل از چند ثانیه را شما در همه لحظه میتونین ببینین، میتونین بشنوین. در افریقا یک حادثه رخ داده، شما در گوشه دوری از آسیا او را میشنوین و شماها به این شکل میرین به طرف دیدن وقایع. همه چیزها رو شما به چشم سرتان میبینین، به گوشتان میشنوین. اینا حتی عکس شکال بگوییم ما را، یعنی در ذهن مردم همین شبکه ها حتی روابط بسیار قبیح اخلاقی را بر ما میخواین که عادی بسازن. همین چینل ها وقتی که پخش میشه همین مشکلات سر راه ما میبینیم. از طریق همین شبکه ها رواج میتن خیانت هایی را که در بین دو همسر رخ میده، اینا را به محضر عام میکشانن و برای از بین بردن ارزش های خانواده مثل حیا، اخلاق، عفت مشغول هستند. همین که لباس های مبتذل است که در 74 شبکه پخش میشه. خانم ها را، دخترای جوان لباس هایی را میپوشونن که این را رایج میسازن. میخواین که همه با همین
لباس ها خودشان آراسته کنن. خب حالی دنیا اینمی رقم هست. ما من حیث مسلمان، من حیث کسایی که برای سعادت و خوشبختی بشر فکر میکنیم، برنامه ریزی میخوایم بکنیم، چه کار کنیم؟ مشکل در همین پیشرفت صنعت بدانیم، اختراعات وسایل جدیدی که در خدمت بشر است و یا عکسش است، این مشکل در اینها ببینیم یا از طرز استفادهش ببینیم که ما چه رقم از اینها استفاده میکنیم. ما به حیث انسان وقتی ما به قرآن عزیز مراجعه میکنیم، خدای سبحان میفرماید که در آیت 30 سوره شورا اعوذ بالله و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. سبحان الله. خداوند مثل که رشته حل یا مطلب برای ما به شکل بیان میکنه که هر مصیبت و بلایی که به شما میرسه به خاطر کارهایی است که خود شما انجام میدید. پس مسئول ما بودیم، نه وسایل. بم اتم است یا خود اتم. از او بم هم جور کردن، از اتم انرژی هم استخراج میکنن، استفاده میشه از انرژی اتم، ولی برای کشتن میلیون ها نفر هم ازش استفاده میشه. مثل قدمی شبکه ها، از فیلم ها، از سریال ها، از هر چیزی که در اختیار بشر است میتونیم که ما استفاده درست هم بکنیم. پس ما هستیم مسئولش. شاید بعضی کسایی این چیزایی را که اختراع میکنن برای خدمت بشر اختراع میکنن، ولی همین بشر است که بازی را ازش سوء استفاده میکنن. آیت دیگه هم میخوانیم که خدای عزوجل میفرماید اعوذ بالله ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. صدق الله العظیم. این سنت الهی است. خداوند خودش در امت، در قوم تغییر نمیاره الا ای که او قوم و امت در خودش تغییر بیاره. اگر ما از بدبختی ها به طرف خوشبختی میخوایم بریم، خب اقدام کنیم، کار کنیم. اگر جاهل هستیم میخوایم دانا شویم، خب یک قدم برداریم. از ذلت میخوایم به طرف عزت بریم. امروز اسیر هستیم میخوایم آزاد شویم، یک کار بکنیم. خب نمیشه که در جای ما بشینیم که ما را یک کسی بیایه آزاد کنه. از نوکری میخوایم سروری کنیم، پس این کار باید بکنیم، ما باید بکنیم. پس الله عزیز اسبابش فراهم بکنیم، ما از وسایل و اسباب استفاده بکنیم در تغییر حالات خود ما. بنابراین ما وقتی که این دنیای بزرگ و این پهناوریش و این نفوس کثیری که در روی زمین زندگی میکنن، میلیاردها انسان، اینا را با همین وسایل و ابزاری که انسان ساخته چقدر کوچک شده این جهان. سابقا ما از یک دوست خود میخواستیم خبر بگیریم، در یک قریه بود، یک در ولایت بود، روزها باید سفر میکردیم، پول مصرف میکردیم، خطرات در راه داشتیم، ولی حال با یک فشار دادن یک تکمه احوالش میگیریم، حتی تصویرش میبینیم. پس علم و دانش را که الله عزیز برای انسان هدیه کرده، ایره برای توسعه و پیشرفت در جامعه، برای نفرساندن برای انسان ها، برای جامعه ارشاد فرمود که شما از اینها استفاده کنید. حال ما مشخصا در این بحث خود ما سر همین تلفن است صحبت ما، که از تلفن ما چطور استفاده میکنیم. فعلا طریقه که استفاده میشه، جوانای ما استفاده میکنن، فامیل ها استفاده میکنن، حتی در دست اطفال است. امروز به حد این ارزشش پایان آمده که سابقا ممکن است اجازه حکومتی گرفته میشد، کسی میخواست یک موبایل یا یک جوال یا یک هندی داشته باشه، میرفتن قرارداد امضا میکردن،
کس را ضامن میدادن، یک چیز ارائه میکردن بر او شرکت که یکی از این دستگاه ها را در اختیار انسان قرار میداد. اما حال خودشان تشویق میکنن، بعض وقتا بدون پول مجانی در خدمت شما، در دست شما میتن و شما را میخواین مشغول باشین از طریق همین شبکه ها و همین وسایل و ابزار یک قران هم از شما اینا میگیرن، ولی به حد این نرخش مصرفش پایان کردن که هر کسی از این استفاده بکنه. خب حالا ما از اینا استفاده میکنیم. چه رقم استفاده میکنیم؟ بعضی از دانشمندان میگن که تلفن حاله مثل یک شمشیر دولبه هست و در سقوط جوامع نقش بسیار بسزایی داره اگر استفاده نادرست شد. تماس هایی که ما از طریق تلفن میگیریم اگر مواظب حرف زدن ما نشویم، مواظب یا شناخت از طرف مقابل ما نداشتیم و ما خطرات از این را احساس نکرده باشیم، با یک گفتن سلام علیکم یا هلو میبینیم طرف مقابل از این حرف ما چه رقم استفاده میکنه. اگر طرف مقابل ما مریض بود، در دلش نیت بد داشت، با اینمی یک هلو گفتن ما یا بله گفتن ما او وقت پلان و نقشه خودش تیار میکنه. خدای ناخواسته سبب آبروریزی میشه، عفت طرف زیر سوال میره، رابطه های نامشروع ایجاد میشه. حتی از طریق همین ارتباطات به ذریعه همین تلفن نتیجه آخرش می شده که یک جوان دست به خودکشی زده، در حقش کارایی صورت گرفته که او خودش بالاخره از بین برده، نتونسته در اجتماع دیگه سر بلند زندگی بکنه با یک اشتباهی که از طریق همین تلفن شده. حالا ببینیم این روابط خصوصا در بین پسر و دختر جوان یا زن و مرد نامحرم صورت میگیره. ما من حیث یک فرمول، یک دستورالعمل عام داریم که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم معلم بشر برای ما هدایت میتن که دو نفر نامحرم خلوت نکنن. اگر دو نفر نامحرم خلوت کرد، نفر سومی شیطان است. پس ما باید که ایره در تمام امور زندگی ما، در هر کار ما مواظب همین فرمول باشیم. این فرمول سبب سعادت ما است، سبب خوشبختی ما است. جلو تمام بدبختی ها را با همین تطبیق همین سفارش گوهربار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما میتونیم بگیریم. خب در تلفن وقتی که شما صحبت میکنین، در اتاقتون نشستین با یک کسی صحبت میکنین که همون نامحرم است، پس شما یک رابطه با نامحرم برقرار کردید، جز خود شما و همون نفر دیگه کسی نمیشنوه. پس همین خلوت شده. خلوت هم در یک اتاقی که شما داخل یک اتاق می نشستین با یک مرد نامحرم یا با یک زن نامحرم که کسی دیگه در اتاق نبود، کسی شما را نمی بینه، پس همین خلوت ممنوع بوده. حالا در بین شما توسط یک وسیله رابطه برقرار شد، همون صحبت را که در اتاق میکردین حالا از طریق وسیله میکنین. حالا چیکار کنیم که شیطان وسوسه نکنه؟ شما آیا ضرورتش بود که این ارتباط برقرار شود یا دفعتاً برقرار شد؟ شما نمیخواستین، ناآگاه در یک عمل انجام شده قرار گرفتین. مثلا در اتاق در خانه بودین، کس در خانه نیست، تلفن آمد، شما برداشتین، یا مرد هستین شما یا زن هستین، طرف مقابلتان مخالف جنس شما یک کسی است، یا زن است یا مرد است. فرض کنیم شما خانم در اتاق هستین، برای شما زنگ زد یک نامحرم، یک مرد، شما گوشی رو برداشتین، او با شما
شاید سلام بده یا هلو بگوی یا بله میگه شما کی هستین. شما حاله میبینین که مرد هست که نمیشناسینش، باید چی رقم باید صحبت کنین؟ بسیار مؤدبانه محترمانه صدایتان باید که فیلتر شوه، صدایتان رو کنترل کنین، لهجه شما ادای از زبان شما بیرون نشوه که در قلب از او اثر کنه و او را یک بار تحریک کنه به نیت فکر کردن خراب به علیه شما، خدا نکنه. پس شما مواظب از این باشین. بنابراین با این مواظبت شما یک وقایه کردین خودتانه و حتی او طرفه مجال ندادین که شیطان داخل شود. بنابراین شما در اینجا سر نفستان، سر غریزهایتان، سر شیطان حتی غلبه کردین، نگذاشتین که از این سوء استفاده شود از این ارتباط. پس ما در بین فامیل ما، در خانواده ما، بین اولادهای ما، بین جوانهای ما همین مسئله احتیاط خوب بررسی کنیم و خوب شرح کنیم. عزیزای من، بچه های من، دخترهای من، وقتی شما در خانه هستین یک تلفن می آید، شما چیکار کنین؟ باید مواظب باشید. تلفن ممکن است بیگانه باشه، نشناسین، مرد باشه یا زن باشه. از نظر دینی دستورات دین ما باید در این رابطه هم باید گفته شود، بیان شود که ما از این وسیله چه رقم استفاده کنیم، چطور استفاده کنیم. بنابراین وقت آگاهی دینی نباشه، خدا نکنه او وقت با ما مشکل ایجاد میشه. خانواده‌ای هستن که مثلا اگر در تمام مسائل دینی آگاهی ندارن ولی مسلمان هستن، دیندار هستن، بعضی نزاکت‌ها را، بعضی موضوعات اسلام خب ماشاءالله یک بحر است، کل حیات ما را احاطه کرده، تمام زندگی ما از طریق همین دین ما رهبری میشه. در هر گوشه و کناری زندگی ما اسلام برای ما یک چیز فرموده، ولی ممکن است بسیار چیزها را نمیفهمیم. بنابراین اگر ما از استفاده تلفن هم نمیفهمیدیم که چه قسم استفاده کنیم، دین ما به ما چی هدایت میکنه، و مشکل روبرو میشیم. پس باید ما این هم بفهمیم. در خانه ها ضرور است که والدین برای جوان ها، برای اولادایشان بگویند که با تلفن چه رقم معامله شود، که خدای نخواسته در همه مراعات نکردن موضوعات دینی ما باز طرف مقابل سوء استفاده کنه، یا خود ما. مثلا یک پسر جوان در خانه هست، یک کسی زنگ میزنه، خواهرش کار داره، مادرش کار داره، یک دختر است، پسر گوشی را گرفت ولیکن با یک شکل با او صحبت کرد که نباید او صحبت میکرد. لهجهش، سوالی که از او کرد یا سلام علیکی که با او کرد. مثلا بعض وقتا میشه که یک کسی گوشی را میبرده، بله جانم بفرمایین. طرف مقابل اگر خانم باشه و یا مرد باشه، همین هر کسی که همین کلمه را اظهار کرد، جان و قربان گفت در برابر یک کسی که نمیشناسیش یا او نامحرم است، مخالف جنسش است یک کسی. شما با مردا بگوین، زنا با زنا بگوین که بفرمایین کجا زنگ میزدین، لهجه تا رقم میگه، ولیکن وقت جنس مخالف بود در شما خیلی مواظب باشید. این ما از نظر اخلاقی باید که خود ما را در یک سطح رسانده باشیم که این وسایل بر سر اخلاق ما تأثیر نگذاره. بنابراین ما وقتی که گوشی را گرفتیم، لهجه ما باید درست باشه. بسیار محترمانه سلام علیکم، اونا از طرف شما میگن کی را کار داشتین شما؟ الفاظی که در او یک خطر از سوء استفاده نباشه.
بعضی کسا هست که با خانمای مثلا با خانم دوستای خودشون گپ میزنن، با دختر کاکایش بچه کاکایش جان قربان بگو یک گپ بزنن. بعضی کسا عادت دارن ممکن است در ابتدا قصد بد نباشه، ولی مواظب باشه که همین کلمات نیست که ما برای هر کسی را ادا بکنیم. یک وقت از یک شیخ یک کسی یک خانم تلفن کرد، ازش پرسان میکرد و یک سوال شرعی داشت. او وقتی که برش جواب میداد، خانم جان قربان صدقه، به این شکل به خانم جواب میداد. در همین گفتگو یک شیخ دیگه داخل صحبت از اینا شد، در تلویزیون بود، داخل صحبت شد. بعد از اینکه صحبت با خانم قطع شد، این شیخ سخت ملامت کرد که تو از خدا نمیترسی با زن نامحرم جان و قربان میگی حرف میزنی؟ او چی تو میشد که تو رقم حرف زدی؟ او به تو اعتماد کرد، از تو یک سوال دینی کرد. تو درست از جواب درست دادی، ولی شکل جواب دادن طوری که او را مخاطب قرار دادی، این کارهای خلاف شریعت بود. تو او خانم خدای ناخواسته به طرف بسیار چیزهای خراب دعوت کردی، در دلش بسیار چیزها را گذاشتی. اگر او از خدا نترسه و شیطان اثر کنه در او، و او شیخ گرچه میخواست از خودش دفاع کنه ولی جای دفاع نبود، معذرت خواست. و این هم خودش یک درس بود که این مسلمان ها ولو شیخ باشه، ولو انسان سن و سالش بالا باشه، پایان باشه، الا او کسایی که شیخ های فانی هستند که در خودشان چیزی نیست که شیطان اثر بکنه برشان. ولی وقتی که ما ببینیم طرف مقابل ما احساس داره، غریزه داره، شیطان هست، نفس اماره هست، باید خود ما را دقیق کنترل کرده باشیم که از زبان ما کدام چیزی نبرای، از در حرکات ما کدام چیزی نباشه که خدای نخواسته در دلهای مریض اثر بگذاره. بنابراین استفاده وقتی ما میکنیم از این وسایل برای سعادت ما، برای آرامش خاطر ما، برای سهولت کار ما استفاده میکنیم. ما با تأسف یک ده دوستای داریم در اجتماع خود ما که اینا در این موضوعات چندان خودشانه در یک قید و بند احساس نمی کنن و حتی بعض وقت اعتراض میکنن که شما هر کس مثل خودتان فکر کردین. چه مانا دارم من که یک خانم درست گپ بزنم جان قربان گفتم در دل ما کدام شیطنت نیست، ولی در دلت نیست، میایه بالاخره در دلت. بعض وقتا تلفن ها هست که من یاد میایه یک کسی در یک وزارت خانه سکرتر یک وزیر بود و وزیر یک عالمی بود، یک دانشمندی بود که یعنی از دین با خبر بود. این سکرتر وقتی که کسای بر وزیر صاحب میخواستن زنگ بزنن پرسان میکرد نامتان چی است؟ وقتی نام خدا میگفت همین سکرتر برش یک کسی همین قسم میکرد که من میخواستم با مولوی فلان که وزیر فلان جای بود میخواستم گپ بزنم. گوشی را سکرتر برداشت و وقتی که من گفت کی هستین شما، من خودم معرفی کردم. من گفت چقدر نام مقبول دارین. گفت بدنم لرزید، ترسیدم که خدایا این خانم که مرا نمیشناسه چرا اینطور حرف زد بر من. میگه دلم رفت طرف مولوی صاحب، وزیر صاحب، که این وزیر چه حال داشته باشه از دست سکرتر، اگر هر لحظه با وزیرش همه طور کلمات استعمال کنه و در داخل اتاق از میره و یک ورقه را برای امضا برش میبره، با این تو کلمات اگر با او برخورد کنه مولوی صاحب خو تباه کرد. پس این هیچ کسی خودش گارانتی شده و تضمین شده احساس نکنه. در هر سن و سالی که باشیم، اگر در ما غریزه زنده بود، اگر نفس اماره زنده بود، اگر شیطان ما احساس میکنیم که شیطان در کمین نشسته، بنان ما غافل نشیم از این رقم رابطه‌ای که خدای نخواسته ما و پرتگاه بیفتیم که باز پشیمانی سود نداشته باشه.
حالا میریم به طرف یک بیان برنامه. امیدوار هستم که بعد از لحظات دوباره با هم به صحبت خود ما دوام بدیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. رسول الله 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 أخجلني قصيدي فكيف الوصف ما للوصف حد رسول الله يمنعني حيائي ويبدو وجه قافيتي يصد رسول الله أخجلني قصيدي فكيف الوصف ما للوصف حد رسول الله يمنعني حيائي ويبدو وجه قافيتي يصد رسول الله أخجلني قصيدي فكيف الوصف ما للوصف حد رسول الله يمنعني حيائي ويبدو وجه قافيتي يصد رسول الله ما أغناك شعري أيرجى من دخان السمر ند فعذرا يا مكان الروح مني سيطرق بابكم شعري فيشدو بمقدمكم رسول الله ذبنا لكم شوقا بكم شرفات معدوا بمقدمكم تصافحت البرايا وألقى سيفه خصم ألد بمقدمكم لقد طربت جبال لتشهد راية للحق تبدو بمقدمكم ليالي الأنس تحلو كما يحلو على الأذواق شهد وصفتم أنتم بأبي وأمي بأخلاق حسان لا تعد زرعت شمائلا فزكت نفوس فذاك حصادكم عمرو وسعد نثرته كواكب لامعات فكانوها وللإسلام جند رعيت أمانة ووفيت عهدا وبلغت الرسالة منك جهد فجاز إلهنا عنا رسولا تمام الدين والركن الأشد أيا رباه فاجمعنا بدار هناك نعيمها وهناك خلد فجاز إلهنا عنا رسولا تمام الدين والركن الأشد أيا رباه فاجمعنا بدار هناك نعيمها وهناك خلد هناك نعيمها وهناك خلد هناك نعيمها وهناك خلد رسول الله رسول الله
رسول الله رسول الله بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام مجدد به شما خواهر و برادر عزیز، امیدوار هستم که خداوند کمک ما بکنه در این عصر بسیار پرهیاهو زندگی میکنیم. ما یاد میای سالهای بسیار گذشته در پشاور بودیم، در رابطه با مکاتب و درس دخترها صحبت میکردن. یکی از علمای بسیار جید ما در وقت، خدا رحمتش کنه، وفات کردن. اونا پیشنهاد کردن که مکتب دخترها تا صنف 5 باشه، تا کلاس 5 دخترها درس بخوانن و اصرار مولوی صاحب ای بود که دخترها خواندن یاد بگیرن ولی نوشتن یاد نگیرن. یک کسی سوال کرد که چرا مولوی صاحب نوشتن یاد نگیرن؟ می گفت که ما می ترسیم که اگر انقلاب پیروز نشوه، جهاد پیروز نشوه، نتانیم دولت اسلامی ما را اساس گذاری کنیم، پایه گذاری بکنیم، نظام مثل سابق باز حاکم شوه، باز این دخترها روابط نامشروع پیدا میکنن، خط نوشته میکنن به کسایی که نباید نوشته کنن، مخفیانه پیام روان میکنن و امثال از این. تشویش داشت مولوی صاحب که نسل ما دوباره به دست کسایی که از خدا نمیترسن زمام امور ما را بگیرن. اینا غرب زده ها خواهد بودن، کمونیستا خواهد، کسایی خواهد بودن که اسلام دوست نداشته باشن. بنابراین این دخترها ضایع میشن، اینا خدای نخواسته به فساد کشانده میشن. طبعا برداشت مبارک همه طور بود که ما یکی از وسایلی که ارتباط نامشروع برقرار نشه نوشتن ممنع کنیم، در حالی که ما راههای دیگه بود که و دیگه هست، راههایی هست که ما وقتی برای دختر عزیز خودم، برای جوانم، برای طفل، برای کسایی که نو در حال رشد و جوانی هستن، غرایز هست در وجود انسان، غرایز نفسانی شهوانی هست، ولی ایرا وقتی ما تربیه کردیم، وقتی ما اولاد ما رو فهماندیم که دختر عزیزم، پسر عزیزم، اینی راههای نیست که شما سعادتتان در اون نهفته باشه، احتیاط کنین، از خطراتش اونا رو با خبر بسازیم. اونا هر نظامی که بیاید، اینا خودشان در برابر اون نظام ها مقاومت میکنن، استادگی میکنن، برای براندازی اون نظام ها کار میکنن. خدای نخواسته ما اگر نوشتن یاد ندادیم، امروز این وسایل دیگه که بدون نوشته گوشی رو میبرداره، با دورترین کسی که بخواید تماس میگیره. پس ما راه حلش این است که ما جوان ما رو آگاه کنیم که این خطره که ما متوجه خودت میشه، از این باید خودت اجتناب بکنی. ما طبعا همین انسانی که خداوند با غریزه خلقش کرده، ملک که نیست، ولیکن عقل داده برش دین برش داد، راهنمایی کرد برش، علم آمده، از اینا باید بیاموزیم، اینا رو با کمک یک دیگر بگیریم، از علم ما، از دین ما، از عقل ما، بنابراین یک راهی را برای رسیدن به خوشبختی ما بکشیم. جوان است، غریزه هست، یک بار اگر مواظبش کسی نبود، خودش مواظبش نبود، در اجتماعی که زندگی میکنه، در ماحولش چیزایی که هست، از اینا میخواد استفاده بکنه.
در اون شور جوانی هست، میخواه از درونش یک چیزی صدا میکنه برش. حالا ما میبینیم که دشمن چقدر زیرکانه کار میکنه، خصوصا سر مسلمان ها کار میکنه، در بین خودشان هم کار میکنن. اینطور نیست که جوانای خودشان گذاشته باشن، جوانای خودشان در کشورهای غربی زیادتر مشغول کردن بر همین کاباره ها و دیسکوها و شراب و دختر و وقتشان در جوانی ضایع میکنن که اینا مواظب متوجه به سیاست های حکومت هایشان نشون، وقتشان در همین چیزا سپری شود. وقت بار مسئولیت معاش و نفقه در گردنشان افتید که او وقت توان از این ندارن که متوجه نظام شوند که نظام به کجرا میره، درست میره، خودشان هم در همون نظام منحل میشن، یکی از پایه های از اون نظام میشن، باز اونا سر بچه های خودشان هم میکنن. بنابراین در کشورهای اسلامی خصوصا اینا از همین راه اینا تانستن که خودشان به هدفشان برسانن. فیلم های مبتذل، عکس هایی که از خانم ها را از جاهای حساسش پرده میورداره، برهنه میکنه، در در و دیوال میبینین، در تلویزیون ها هست، در مجله ها هست. این جوانی که نو جوان شده غرایزش فوران میکنه، از اینا استفاده میکنه و وقتی اینا موفق میشن که جوان ما به همین چیزا آغشته شود، آلوده شود و باز برنامه از اینا رو جوان ما تعقیب میکنه و دیگه او احساس و غیرت و همت و شهامت و شجاعت ازش وقتی رفت، دیگه در بس در خدمت دشمن قرار میگیره و از وطنش هم دیگه دفاع کردن نمیتونه، از دینش هم، از شخصیتش هم، از ناموسش هم دیگه دفاع کردن نمیتونه که امروز اینا در اکثر جوامع امیر کردن. پس ما ببینیم که بعضی چیزها هم که ما را میکشانه که از همین وسایل سوء استفاده بکنیم چی هست؟ مثلا تأخیر در ازدواج است. پسر ما، دختر ما به سن و سال رسیده که باید ازدواج بکنه و ما در اختیارم اسباب و امکانات را دارم که اینا باید ازدواج بکنن. اگر ما ایره به تأخیر مندازم، باز عواقب خطرناکش مسئولش هستم. هیچ کسی خصوصا جوان نمیتونه تنها زندگی کنه. این باید در زندگیش یک دوست داشته باشه. این دوستا موقت باشن که در اینجا رسم و رواج همه طور است. یک پسر شاید چندین دوست داشته باشه، یک دختر هم همه طور. یک مدت همراهش هست، چند وقتی که باز با اینشان توافق نیامد جدا میشن، میرن دیگه کسی باش رفاقت برقرار میکنن. اینجا کسی که رفیق نداشته باشه اون مریض گفته میشه، بی کلتور است. باید یک پسر دختر رفیق داشته باشه و همچنان یک دختر باید یک پسر رفیق داشته باشه. پس وقتی که ما میبینیم که جوان ما در سن و سال هست که باید ازدواج میکرد، خود ما را در سن و سال قرار بدیم. ما وقتی جوان شده بودیم میخواستیم که با ما پدر ما زود زن بگیره، شاید هم دخترم طور احساسش همی بود که کال جوان شده خدا کنه یک خواستگار به او بره خانی بختش بره. حال ایره ما خدای نخواسته پدر مادر اگر قصدن به تأخیر پردن. ما از او فرمولایی را که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما پیش کرد که اگر یک کسی که از دینش از اخلاقش تو مطمئن بودی به دخترت خواستگاری کرد، بتی برش، نشه که پسان خودت سبب فساد بیشتر شوی. برای جلوگیری از شایع شدن فساد شما دختر دانه اگر یک کسی خدا ترس دیندار آمد بتین. پس ما در همین اجتماعی که هستیم امیر وسیله نشویم خود ما که وقتی پسر خدا برش زن نگرفتم و یا دخترم به شوهر ندادم، تلفنم در خانه هست، در دست هر کدام هست، در بیرونم فساد میکنه، بیداد میکنه فساد. پس منتظر عواقب بدش ما باشم. بنابراین ببینیم رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هم در همین رابطه هم چه خوب سفارش میکنن که ای جوانا
اگر شما توان مخارج زندگی را دارین، خود ازدواج کنین. به خاطر از اینکه شما را نگاهتان از نامحرم نگاه میکنن، نگاهتان به ناموس مردم نمیفته، شما خودتان را کنترل کرده میتونین. و اگر از عهدهش برآمده نمیتونین، شما روزه بگیرین، مثل خودتان واکسین کنین که او غلیان غریزه ها فروکش کنن. خب در این طور یک حالت وقتی که شما نگذاشتین ازدواج به حالت نرمال و درستش صورت بگیره، در اینجا یگانه راهی که خودشان اشباع میکنن، خودشان تسلی میکنن، ارتباط میگیرن تلفنی با یک کسی. اگر در دامشان یک کسی افتاد یا خودشان در دام یک کسی افتادن، که اونمو طریقی است که از این وسیله که ما میخواستیم ازش درست استفاده کنیم، اشتباها ازش استفاده میکنیم. دختر و پسر با هم ارتباط نامشروع گرفتن از طریق همین تلویزیون و سببش هم تأخیر که ما بعضی کسا هست در همینجا میرن به خواستگاریشان میگن که آل دخترم خرد است، چند ساله از دختر 22 ساله هست، کارم نمیکنه، درسم نمیخونه، در خانه نشسته. چرا؟ نه حالا وقت است. پسر به 25 سال عمرش رسیده، توانش داره، به یک جای میره به خواستگاری نمیتن برش. این پسر چیکار کنه؟ ما به چشمای گناهکارم در مدینه منوره وقتی از یک مارکت پایان می شدم، 2 تا 3 تا دخترای جوان همطور لباس هایشان جلوبلی در مدینه منوره، صدای اذان در گوش انسان می آید به مقدر فاصله بسیار کم. 2 تا جوان لاوبالی دیگه از دنبالشان می آمد و این دخترها پیش بودن و یکی از این پسرها یک کاغذ را در دستکول ازی که دان دستکولش واز بود در دستکولش انداخت. گمان من همین است که شاید نمبر شماره تلفن خود انداختش. حالی دختر خانه میره، پدر داره، مادر داره، نمازخوان، عبادتکار، همسایه رسول الله صلی الله علیه و سلم، در مدینه رسول الله زندگی میکنن صلی الله علیه و سلم. ولی اینا جوان شدن، اینا غرایز دارن. اینا رو باید اگه پدر مادر اینا رو تربیت نکرده درست، از خدا خبرشان نکرده، از خطرات از اینا رو نترسانده، در دام اعظمی پسرای بی بندوبار افتیدن. اینا یک تماس کوچک کافی است که زندگیش ختم شود. علت دیگه هم که حتی زنهای شوهردار، مردهای زندار وقتی در خانه اینا از یکی دیگر ناراض هستن، به یکی دیگهشان رسیدگی کرده نمیتونن، یک تلفن از بیرون میآید، شوهر رفته بیرون به خانمش تلفن میآید، یک مرد نامحرم، یک دوست شوهرش، یک کسی اشتباها یک زنگ آمد گرفت گوشی را، سلام علیکم. خدای ناخواسته اگر در این مرد یک چیزی را سوراخ کرد، یک لهجه نعوذ بالله، یک جمله غرض‌آلود از زبانش برآمد، باز شما مسئولش خودتان هستین، شوهر که با زنت درست رابطه نداشتی، او را از خودت راضی نساخته بودی، به مشکلاتش رسیدگی نکرده بودی، آل زمینه شد برش در خانه تلفن ورداشت گوشی را. عکسش شما در دفترتان رفتین، کسی برای شما زنگ زد، مثل که برادر گفت سکرتر کدش که گفت زد، گفت خب نام مقبول داری، کفایت میکنه که یک کسی به شوهر که تو ناراضش ساختی در داخل خانه، برش رسیدگی نکردی، درکش نکردی، آل او در دفترش یک کسی برش، یک سکرتر، یک کسی زنگ زد، تلفن کرد، نامت بسیار مقبول است، گفت مسئولش تو هستی. بنابراین ما خیلی مواظب حال ما باشیم. یک مشکل دیگر هم که همین چیزا بی‌حجابی است، بدحجابی است. وقتی که یک زن همو کرامت و شخصیت خودش حفظ نکرد، عفت و ناموس خودش حفظ نکرد، با یک لباسی که مبتذل بود بیرون برآمد
و این یک دو تا مریض دیگه در اجتماع دید، شاید فوراً به این رسیدگی که نتونه بهش خود رسانده نتونه، ولی از یک طریق دیگه در کدام خانه رفت، کی است، فلان است، تا که شمارهش پیدا بکنه. بنان ما همی که لباس نادرست پوشیده بودیم، توجه به خود ما نکرده بودیم، مریض های اجتماع را به جان ما انداختیم، گرگ های وحشی را به طرف آهوی به طرف یک آهو کشاندیم. کی بدبخت میشه و با کدام سرنوشت کی دچار میشه، ایره آینده ها نشان میده، روابط بعدی نشان میده که کی بدبخت شد و کی سببش بود. ما وقتی که میبینیم در اجتماع ما اما احکام دین ما، سفارش های پروردگار ما وقتی عملی نمیشه، ما خطراتش باید مواظبش باشیم. حالا همو دخترایی که در پیشتر گفتم کسی شماره تلفنش در دستکولش انداخت، اگر اینا با لباسهای درست و با رفتار درست در اوج می آمدن در بازار، ضرورت به رفتن بازار می بود که اینا والله اعلم دو سه تا دختر جوان خنده کنن، بیباک راه برون، نتیجهش همین است که مریض های اجتماع متوجه از اینا میشن، دنبالشان میرن. وقتی میبینیم که پروردگار میگه که شما ای زنای مسلمان وقتی شما لباس درست داشته باشین، حجابتان درست باشه، حداقل از اذیت دیگران شما محفوظ میمانین و شما کس اذیت رسانده نمیتونه. شما بنان خودتان قدرتان بفهمین، خودتان آهوی نسازین که در خیلی گرگ ها تومه بسازین، سبب اذیت نشوین. یک استاد بود در استانبول در فاکولته شریعت درس میداد. او به خاطر از این که والله اعلم همون که میگن به بهای اندک آیات ما را میفروشن، این استاد دانشگاه یا فاکولته شریعت بود، دانشکده شریعت بود. او میگفت که روزایی بود که در ترکیه سر حجاب دخترها و اینا خیلی ظالمانه برخورد میکردن، به هزارها دختر از تحصیل محروم شدن به خاطر که حجابشان حفظ کردن. و این استاد خائن در روز توجیه میکرد، میگفت که سبب فرضیت حجاب چی بود؟ اذیت و آزار بود. قرآن میگه که شما کم از کم از اذیت مردم خلاص میشین وقتی حجاب داشتین. آله ای دختر مسلمان، ای دختری که تو میخواهید علم و دانشت افزوده شود، تو که میخواهید به دانشگاه یا در پوهنتون بیایی، تو با حجابت مورد اذیت قرار میگیری. شما ببینید که آیت چطور باش بازی میکنن. پس به خاطر که تو اذیت نشی حجابت از حجاب برای سبب حجاب تو که در قرآن است، سببش همین است که تو باید اذیت نشوی. حالا وقتی تو با حجاب هستی اذیت میشی در اجتماع، پس تو خودت مطابق اجتماع بساز. گر خواهی نشوی رسوا، هم رنگ جماعت باش. ایره سوی استفاده میکنن از طور شعارها و از طور اشعار و جملات، حتی از آیت. پس اگر همو دخترای جوانی که در کوچه با او اشوهگری برآمده بودن، اگر اینا نمی برآمدن، کسی جرئت نمیکرد که شماره تلفنش در دستگاه از او پرتن. به هر ترتیب همین مشکل ما در ارتباطات تلفنی احساس میکنیم که دختر عزیز ما، پسر عزیز ما باید مواظب از این چیزها باشه. یک کسی میگفت که یک دختر تماس میگیره با یک پسر، یا یک پسر دختر قسم میکنه، بله دختر قسم میکنه که به خانه ما زنگ آمد. گوشی را برداشتم، یک کسی کجا را کار دارین؟ شاید جمله ما، طرز ادای ما خوب نبود که گفتم شماره را شما اشتباه گرفتین، گوشی را گذاشت. باز زنگ زد،
باز برداشتم، باز دیدم عمو پسر است. گفتم شما اشتباه کردین. باز گوشی را ماندم. 3 بار 4 بار پشت پشت تماس گرفت تا که ما رابطه برقرار کردیم، با هم دوست تلفنی شدیم. چند روز ماه سپری شد که ما با تلفن صحبت میکردیم. یکی از روزها با من اظهار محبت کرد، دوست دارم، میخوایم با تو ازدواج بکنم و میخوایم ببینم عکست. از این طریق وسایل و ابزاری که در دسترس ما هست، این دختر میگه من عکس ما روان کردم. بعد از این ما روابط ما زیادتر شد. صحبت‌های از زبان ما هم گرفت که ما هم شاید اون جملات را که او به من نثار میکرد من برش میگفتم. روز دیگه از من تقاضای نامشروع کرد که بیازخ ما تو ازدواج میکنیم، حالا باید دوست شویم، باید با هم بشینیم بخیزیم. من گفتم چطوری حرف میزنی تو؟ من مسلمان هستم. گفت خانم اگه مسلمانم هستی عکسایت پیش من هست، او صحبتایی را که با من کردی کلش از ثبت کردیم. میخوایی نیا، میخوایی با من رابطه نداشته باش، حال من اینا را نشر میکنم. دختر میگه من بیچاره شدم، خود من قربانی یافتم، من قربانی همین حالت شدیم. آل پدرم خبر میشه، آل دوستایم خبر میشه، آل خانوادیم سبب سرفگندگیشان میشم. من چیزایی گفتم که او همه رت میگه من ثبت کردیم، عکس من پیشش هست. نعوذ بالله. شما خودتان ببینید در کدام حالت رسید. یک اشتباه. بعض وقتا هم شده که شما چی گمان میکنین که امی کسی که با شما تماس میگیره یا شما با او تماس میگیرین، این که چند نفر دیگه تماس داشته باشه. تلفن است که شما نمیبینید و او هم همونطور است. شما را وقتی دام خود انداخت، باز سر شما دیگه اعتماد ندارم. میگم که وقتی که من ارتباط داشته باشه، خدا میدونه که چند نفر دیگه هم ارتباط داره با تلفن. خانم قصه میکنم، میگه که من شوهرم توجه نداشت در خانه، در کارش بسیار مشغول بود، حتی بعضی وقت شبها میشد در دفتر خواب میکرد، نمیامد. من هم خسته میشدم، تنها بودم، اولاد نداشتم، جوان بودم. من با یک کس تماس گرفتم، دکانداری بوده، همسایه‌ای بوده، تماس گرفتم. بالاخره روابط برقرار میشه و این مرد از اون روزهای از شبهایی که شوهرش در خانه خود نمیایه، از همون شب استفاده میکنه، میایه خانه. خانم خودش میگه که من بالاخره متوجه شدم که همسایه ها خبر شده، فامیل شوهرم خبر شده، تباه شد زندگیم. مرد خبر شد، از خانه بیرون کرد، داد میزد که این حرف من به دخترای جوان، به زنای جوان برسه که اونا مواظبشان باشن از این حالت ها. او شوهری که این کار در حق خانمش کرد، بی توجهی کرد، رو تنها گذاشت. شما در یک زمان زندگی 4 طرف ما آتش هست، مواظب باشیم. هر لحظه ما خطر است، ایمان ما خطر است، عفت ما، همه چیزهای ما تهدید میشه، با یک غفلت تباه میشیم. دختر دیگه قسم میکنه که همه طور ما با تأسف روابط پیدا کردیم از طریق تلفن و پسر میخواست من با او تماس داشته باشم، ولی خانوادیم چنان سختگیر بود که من نمیتونستم بیرون برم. ازش تقاضا کردم که خیلی خواستگار روان کو، بیاین از من تقاضا کنین ما تو زندگی بکنیم. بالاخره این میشنوه که نخیر، این پسر از همین طریق تلفن هم ساتیری میکرده، میخواسته که غریزه خودش فرو بشانه. همین که صحبت هم میکنن، از همین لذت میبره اگه مردم های مریض. پس این دخترک میمانه در خانه. خودش میگه که مثل که این پسر کار خود کرده بود، جایی که من دوستایی داشتم میشناختم به همین گفته بود من کتی از ارتباط دارم. من 30 و چند ساله شدم، کسی برای من خواستگار نیامد. مادرکم، خواهرکم، دخترکم، برادرم، پدر، مادر جان، مواظبتان باشید. این روزها گذرا هست. روزی که
ما شما خدای ناخواسته به این بدبختی ها دوچار شویم، بس کسی به درد ما نمیخوره، نمیتونه کسی به درد ما بخوره. وقتی ما به عزت و به عفت شدیم کی چاره کنه؟ بسیار کسا خودشان کشتن، رفتن زیر خاک کردن. بنابراین ما از این وسایلی که ما میتونیم ازش درست استفاده کنیم، ضرورات خود ازش برآورده بسازیم، نکنیم که خدای ناخواسته ما به این بدبختی ها دوچار شویم. قربانی های زیاد ما از طریق همین تلفن و فیسبوک و نمیفهمم وسایل دیگه که هست، قربانی های زیاد داریم. هم پسرها قربانی شدن، هم دخترها قربانی شدن. شما اینم به خاطر داشته باشین که نمی چیزایی که شما خصوصا حالا این واتس اپ است و یا فیسبوک، اینا حق دارن که عکس های شما را ازش استفاده بکنن، از صحبت های شما اینا استفاده کنن. یک وقت شما از جانتان بیخبر هستین که عکس هایتان عکس های بسیار که هیچ گمان نمیکردین این به دسترس کسی باشه، عکس های شما در دیوالا نصب شده، اونا حق دارن از شما این را گرفتن اجازه شه. صحبت هایی که شما نمیخواین که حتی نزدیکترین دوستان از او خبر شوه، این کل مردم خبر میشه. شما فکر نکنم همونطور میگفت که حرفت بر کسی اگر میگی که باز او اسرار باشه که او به کسی نگویه، تو او را دوستت فکر کردی برش گفتی، باز او از خود یک دوست دیگه داره که باز حرفت را به او دوست خودش میگه، باز بر او دوست خودش از خود یک دوست دیگه داره که باز بر از او میگه. یا عامیانه یک چیز داریم که میگن دیوارا موش داره و موشها گوش داره، یعنی حرفتان در هر جای نزنین. شما بسیار حرفای محرمانی تان از این طریقا بیان میکنین، دیگر روز خدای ناخواسته برای خودتان کشیده میشه، اینا بیرون شوه، نعوذ بالله سرفکندگی داره. عزیزای من فکر میکنم که برنامه من صحبت من در همینجا نقطه میمونم و از شما عزیزایم تقاضا میکنم که بعد از برنامه بعد از میان برنامه دوباره تلفن ها هم باز میشه. شما اگر چیزای در رابطه گفتنی بودین بگوین که ما هم هوشیار شویم و شنونده ها هم ازش استفاده بکنن. و از عزیزایم خواهش میکنم که در بعد از میان برنامه مربوط به همین موضوع صحبت شود. تا یک لحظه کوتاه شما را به الله میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله. يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان، أسرع وحث السير جاهدك، إنما مسراك هذا ساعة لزمان. هي جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بفاني، وبناؤها اللبنات من ذهب وأخرى فضة نوعان مختلفان. سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإحسان، للعبد فيها خيمة من لؤلؤ قد جوفت، هي صنعة الرحمن. أنهارها في غير أخدود جرت، سبحان ممسكها عن الفيضان، من تحتهم تجري كما شاء مفجرة، وما للنهر من نقصان. ولقد أتى ذكر اللقاء بربنا الرحمن في سور من القرآن، أوما سمعت منادي الإيمان يخبر عن منادي جنة الحيوان. يا أهلها لكم لدى الرحمن وعد، وهو منجزه لكم بضمان. قالوا أما بيضت أوجهنا كذا، أعمالنا ثقلت في الميزان. وكذاك قد أدخلتنا الجنات حين أجرتنا حقا من النيران. فيقول عند
قد آن أن أعطيكموه برحمتي وحناني، فيرونه من بعد كشف حجابه جهرا روى ذا مسلم ببياني. وإذا رآه المؤمنون نسوا الذي هم فيه مما نالت العينان. والله ما في هذه الدنيا ألذ من اشتياق العبد للرحمن. وكذاك رؤية وجهه سبحانه هي أكمل اللذات للإنسان. لله سوق قد أقامته الملائكة الكرام بكل ما إحسان، فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعته من أذنان. كلا ولم يخطر على قلب امرئ فيكون عنه معبرا بلسانه. وهل لذا السوق الذي من حله نال التهاني كلها بأماني. يدعى بسوق تعارف ما فيه من صخب ولا غش ولا أيمان. هذا وخاتمة النعيم خلودهم أبدا بدار الخلد والرضوان. يا رب ثبتنا على الإيمان واجعلنا هداة التائه الحيران. وأعزنا بالحق وانصرنا به نصرا عزيزا أنت ذو السلطان. وعلى رسولك أفضل الصلوات والتسليم منك وأكمل الرضوان. وعلى صحابته جميعا والأولى تبعوهم من بعد بالإحسان. يا رب ثبتنا على الإيمان واجعلنا هداة التائه الحيران. وأعزنا بالحق وانصرنا به نصرا عزيزا أنت ذو السلطان. وعلى رسولك أفضل الصلوات والتسليم منك وأكمل الرضوان. وعلى صحابته جميعا والأولى تبعوهم من بعد بالإحسان. بسم الله الرحمن الرحیم. خواهر و برادر عزیز من، این صحبت هایی را کردم قصد این است که ما از این وسایل درست استفاده کنیم. معنای حرف نیست که ما اولادای ما را یا خود ما از این وسایل و تکنیک پیشرفته که در دسترس انسان ها قرار داره از این خود ما را محروم کنیم. نخیر، منظور می نیست. منظور می است که ما استفاده درست از این داشته باشیم. ما خصوصا خواهر جوان و مسلمان ما، دختر عزیز ما، این توصیه را در گوش خود داشته باشه که شخصیت خود نگاه کنه. این گوهر گرانبهای وجود خودش مکدر نکنه. در دام یک جوانی که با کرامت و شخصیت انسان هیچ وقت نمیگذاره، احترام نمیگذاره، در دام از این جوان نفته انسان مواظبش باشه. و در همین مکالماتی که خصوصا از تلفن یک لحن را به کار نبره که کسایی که مریض هستن از این استفاده سو کنن، یا کسی هم که مریض نیست وقتی که در همه تو یک حالت قرار میگیره گمان بد نکنه که این لهجه را که خواهر به کار برد یا این خانم دختر به کار برد خدای ناخواسته مقصد نداشته باشه، گمان بد نکنه سرت. حتی میگن که اگر در خانه مثلا یک خود تلفنایی که در جیب شما هست همراهتان است، در خانه مثلا اگر وقت دو تلفنای مخصوصی که بر خودتان است، خود شما حتما مواظبش هستین که نمرهتان پیش هر کس نباشه. برای اون کسایی که شما دخترها هستین به اونا دادین و اونا رو گوشزد میکنین که از دست شما به کدام پسر به کدام جوان دیگه نامحرم نرسه تلفن. حالا در تلفن عمومی خانه، شما وقتی در خانه هستین، در خانه برادرتان است، پدر هست، یک مرد هست، وقتی که زنگ میآید
هشدار به شما ما میخوایم بتون که شما گوشی رو نگیرین. چرا نمیفهمین که کی هست؟ بعض وقتا نمیای همین شماره تلفن که از کجا هست. پس شما نگیرین و کس را که گمان نمیکنین کی هست، یعنی 100% نمیفهمین که کی هست، بنابراین شما نبردارین، بگذارین که یک مرد در خانه گوشی را برداره. باز کسی شما را کار داشت، شما کسی صحبت میکنین. بنابراین ما از این حالت استفاده درست کنیم. ما پیش الله از هر کلامی که میگیم، هر جمله‌ای که میگیم، هر عملی که میکنیم جوابگو هستیم. بنابراین ما در هر وقت الله حاضر حال ما بدانیم و اقدام بکنیم. حالا من میرم به طرف تلفن ها، زنگ هایی که عزیزا میزنن. برنامه رحمت، السلام علیکم. و علیکم السلام. بفرمایید، صدای شما می آید. بفرمایید. بفرمایید، صدایتان صاف می آید. صحبت کنید. دکتر امیر صاحب، بانکی رو خواستم بپرسم. پول رو بانک بذاره سودش چجوری بشه؟ حساب بانکی شما کاش که سوالایتان از محترم استاد ما از مولوی صاحب دهقان بکنین. ما در برنامه‌های سوال و پاسخ ها داریم، ببخشید جواب به سوال ها داریم که در اونجا تمام سوال های شرعی شما حل میشه. لطف کنین در این موردی که صحبت شد صحبت کنین. بله، برنامه رحمت، السلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. جناب من سوالی دارم خدمتتون. بفرمایید. خب امیدوار هستم که در رابطه با این موضوع ما صحبت کنین. سوالتان خطور خانواده هست. بله. از کنم اگر انسان چند تا زن داشته باشه و دو تا از این زنها به انسان بسابن خیانت بکنن، همدست بشن، انداز صحیح بخاری جلد 5 صفحه 508 باب 2 که میگوید تظاهرات علی النبی من ازواجه. شما لطفاً تحریف نکنین این مطالبه و همچنان سوالتان سوال غرض‌آلود هم نباشه. لطف کنین در این برنامه که رحمت هست گپ‌های جز از مهربانی ها و رحمت الله در اینجا صحبت نکنین. تهمت هست او چیزی که شما خدای ناخواسته او را عنوان میکنین. برنامه رحمت، السلام علیکم. بفرمایید خانم، صدایتان نمیشنوم. بله خانم، صحبت کنید. کسانی که سوالات چند پهلوه دارن، خب اینا جرأت کنن مرد شوند در همو برنامه هایی که مربوط به می سوال ها هست زنگ بزنن، انشالله جواب درستشان از اونجا میگیرن. بله، السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید خانم، صدایتان میشنوم. بفرمایید. سوال استاد یک سوال داشتم. من خودم هستم، صدایتان میشنوم خواهر، بفرمایید. از این برنامه خوبتان تشکر میکنم. یک سوال داشتم. این لباس پنجابی را کسی که در خانه بپوشه گناه داره؟ بسیار خوب فهمیدم خواهر عزیزم، بسیار تشکر از این سوالتان. دیگه هم سوال دارین بفرمایید. نه تشکر زنده از شما هم تشکر خواهر عزیز. لباس پنجابی قسمی که از نامش معلوم است یک لباس چسب است، ولی دراز است، شلوار و پیراهن است یا تنبان و پیراهن و تنبان است. این در خانه شما وقتی که در خانه نامحرم کسی نیست، مثلا پسر کاکا، پسر ماما، شوهر همشیره، ننو، ببخشید برادر شوهر، اینا وقتی که نیستن شما لباسایی که میپوشین مشکل نداره. اما در کوچه شما، در بازار شما با همین لباسی که ما در لباس شرعی ما همین فرمول داریم که لباس چسب نازک کوتاه نباشه.
دیگه شما از این فرمول بیرون کردین خودتونه، برای شما اجازه است که لباس بپوشین. بله، بنابراین لباس پنجابی در داخل خانه که محرمای خانه ما باشه هیچ مشکل نداره. بله، برنامه رحمت است. سلام علیکم. الحمدلله خیر. بفرمایید سوالتان بفرمایید. شکر الحمدلله، زنده باشین. من علاقه خیلی زیادی به قرآن. بله. دیگه کارتم خوابتو دیدم که مثلا من دارم قرآن میخونم، آواز قرآن، مثلا آواز قرآن رو میشنم. دیگه خیلی از خدا میترسن، یعنی شبیه موقعی که میخوابم اصلا این انترس موجود اصلا رها نمیکنه، خیلی میترسن از ترس خدا. نمیدونم این حکمی چیه مثلا. شما علاقه زیادم دارین که قرآن حفظ بکنین؟ بله خواهر؟ خیلی علاقه دارم، یعنی از دنیا چیزی نمیخوام، نه مال نه ثروت، فقط که میخوام همین قرآن رو حفظ کنم، فقط شب روز قرآن بخونم. ولی که از الله خیلی میترسم، یعنی از موقع میخوام مثلا ادایی که در قدر مثلا درست بکنم که خیلی مثلا آزار میبینم، از خیلی میترسم. خداوند شما را اجر بده، خداوند شما را حفظ بکنه. کاش مثل شما را خواهرای زیادی می داشتیم. انشالله گرچه شما تنها نیستین، انشالله هستن خواهرایی که آرزوی حفظ قرآن دارن. بله، سلام علیکم، برنامه رحمت است. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. آقا یه سوال قرآنی داشتم. بفرمایید. از کنم خدمتتون، اگر در سواق المورخی حدیثی نقل کردی میخواستم مرا از این مجهولی خارج کنی. بفرمایید. از صفحه 143 باب 11 فصل 1 راجب آیه تفسیر میگه آیه الاولی قال تعالی، بعدش میگه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس آخر، بعد میگه اکثر المفسرین علی ان نزلت فی فاطمه و حسن و حسین. لطفاً خارج برنامه سوال نکنین برادر عزیزم. شما در برنامه پاسخ به سوالات تماس بگیرین، ان شاء الله برای شما تمام شبهات و شکوکتان اونا رفع میکنن. خیر ببینین. برنامه رحمت. السلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید بفرمایید. نفهمیدم، بلندتر صحبت کنین. هیچ حرفایتان فهمیده نمیشه برادر عزیز، یا در جایی هستین که شبکه درست واضح نیست. نفهمیدم سوالتانه. فهمیده نمیشه. دوباره زنگ بزنین لطف کنین. از یک جای واضح باشین که شاید جای درست نبود که شما زنگ زدین، البته از اون خاطر صدایتان واضح نمی آمد. بله، خواهر عزیزی که خواب میبینن، آواز قرآن میشنون، خوشا به حالتان، خوشا به حالتان که شما آرزوی حفظ قرآن دارین. خداوند به آرزویتان شما را برسانه. شما تلاش کنین ان شاء الله. این که در دل شما محبت الله هست، شما همیشه یک خوف شما را میگیره، این ان شاء الله خیر شما هست. کاش که ما همیشه خوف و محبت الله در دل ما باشه که زندگی ما را روی از او استوار بکنیم. کسی که از الله نمیترسه میبینیم که زندگیش بی سر و سامان است. برنامه رحمت. السلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. شبکه وسال. بله بله بفرمایید. برنامه رحمت است. بفرمایید. انشاءالله که در همین مورد صحبت که ما کردیم صحبتتون باشه. ابو لولو رو مخواستم در شهرستان کاشان توضیح بدیم. درست نفهمیدم، واضح‌تر بگوین. یه مکانی هست در کاشان ابو لولو، میخواستم توضیح برایش بدیم. شما را خدا حساب بده. او کاشانی که ابو لولوی مجوسی را زیارت برش جور کردن، خدا از کسایی که این کار کردن در روز قیامت سخت پرسان میکنه. انشالله در دنیا هم اینا شرمنده میشن.
برنامه رحمت. السلام علیکم. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. برنامه رحمت جانم بفرمایید. برنامه زنده است، ما نمیشنویم. زنده است. شما صدایتان نشنوین، صدایتان از طریق تلویزیون پخش میشه. برنامه زنده است و هیچ حرف گوش نکنین، چرا وقت ضایع میشه. شما حرفتان گفته برید. و حرف معلومه که سوال داشتیم استاد، یک دختر خانم میتونه در پیش یک عالم مرد قرآن حفظ کنه؟ بسیار خوب، بسیار خوب. دیگه هم سوال دارین؟ تشکر، زنده باشین. امر جواب. خدا خیر بده شما را. برنامه رحمت. السلام علیکم. سلام. و علیکم السلام و رحمت الله. برنامه رحمت آقا. جان ما بله، برنامه رحمت است. بفرمایید. یه سوالی داشتم. بفرمایید بفرمایید. من برای عید سعید فیسبوک بسیار سواده گرفتم ولی پرداخت نکردم. حالا باید کجا پرداخت کنم؟ اوکی، شما را خدا انصاف بده. گرچه سوالتان مربوط ما نمیشه، حالی که عید گذشت شما صدقه فطر باید پیش از نماز عید شما به مستحقش میرساندین، و یا اگر که شما از پولتان جدا کرده بودین و مستحقش نیافته بودین و بعدا به تأخیر انداختین، خدا انشالله قبول بکنه. ولی علما میگن که باید پیش از نماز عید پرداخته شود. اگر بعد از اون شد او مثل دیگه صدقه هست، خدا قبول بکنه، ولی که یک اهمال شده. خداوند ببخشه همه ما و شما را. بله، برنامه رحمت. السلام علیکم. بفرمایید خانم. سلام علیکم. بله بله. من خودم هستم خواهر. بفرمایید شما صحبت کنین، صدایتان را نشنوین. همین من خودم که صحبت میکنم، من مستقیما با من حرف میزنین شما. بله بله. الحمدلله. شما هم خوب هستین خواهر؟ بفرمایید. شما صحبت نمی کنین، وقتم کم مانده. موضوع برنامه ما استفاده نادرست از همین تلفن یا تلفن همراه همی بود که باید از این درست استفاده شود. موضوع برنامه ما استفاده از تلفن، که خانواده ها، دخترها، پسرها، جوانای ما از تلفن ها چه رقم استفاده بکنن، همین برنامه بود. متاسفانه شما صدای مرا نشنیدین. البته یا برنامه رحمت. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. بفرمایید. بفرمایید سوالتان رو بگوین. خب بفرمایید سوالتان. من نمیفهم چی پرسان میکنین شما. صدایتان هم کم و بیش واضح نیست. سوالتان اگر درست طرف بفهم. جانم. سوال من اینه که امام قاسم رازی در های تفسیر یک مطلب نقل جواب من بدین. جلد 25 صفحه 29 میگه قال رسول الله ندرت حاضر آیا فی و فی علی و حسن. من از شما عذرخواهی میکنم که مطابق برنامه شما سوال نمیکنین. سوالی که در رابطه با استفاده کردن نادرست و درست از تلفن و موبایل و اینا بود، شما میرین با یک جای دیگه که هیچ رابطه نداره با این برنامه. شما را خدا انصاف بده. بله سلام علیکم. بله برنامه رحمت است. بفرمایید. سلام علیکم. احوال؟ الحمدلله. علیکم السلام و رحمت الله. شکر، زنده باشین. بفرمایید. میگم از افغانستان مظاهرات میشوم، هموطن خود. متاسفانه که قطع شد.
برادر که از خاطر حفظ قرآن در نزد عالم که مرد است پرسیدن، اگر همون شرایطی را که ما داریم حدودی که هست، مثلا سن و سال خواهر مطرح باشه، در کدام سن و سال هستن و معمولا در درس ها در عقب پرده درس میخواندن. طبعا که این چیزها را اگر اونجا مراعات شود مشکل نیست. همون رقمی که از خانما از عقب پرده مردها سوال میکردن و جوابشان هم میگرفتن، انشاءالله که اگر همون حدود حفظ شود مشکل نیست. بله برنامه رحمت. السلام علیکم. بله بفرمایید. بفرمایید سوالتان رو بفرمایید که وقتم کم است و صدایتان هم کم جر است، تو واضح نیست. من فکر میکنم که شما یا برنامه را اشتباه گرفتین، والله اعلم، که حالا من کدام گمان بد نکنم که شما نمیشنوین صدای مرا، که میگم با یک جای دیگر شما تلفن بکنین. چرا نمیکنین؟ سلام علیکم. بله بفرمایید. بفرمایید خودم هستم، صحبت کنین. بله ما با گوشی همراه به اینترنت هم میره، اونم به همین چیز مربوط میشه. با اینترنت مثلا ساعت‌های متفاوت میریم. همین طریقه هایی که استفاده میکنن، صحبت میکنن، چت میکنن، با یکی دیگه پیام میفرستن، همگیش میشه که در همین شامل بکنیم. بله بله ما در مورد نداره مثلا ساعت‌های غیر مجاز اینا ما میریم، اینا گناهش با این گناهی که مثلا در حد چیز باشه یکیه؟ نه، وقتی که از همین ارتباطات کارهای صورت بگیره که خدای نخواسته به گناه و به عصیان بکشانه، که از همین وسایل میره، همین ارتباطات، همین رقم ارتباط میرسانه انسان به مو کارهایی که خدای نکنه که انسان به او دوچار شود. برنامه رحمت. السلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. خواستم از کارشناس یه سوال بپرسم. بفرمایید، مستقیما با من صحبت میکنین، شما گپتان رو بگوین، سوالتان رو بگوین. ممنونم، سلامت باشید. من یه سوالی داشتم، مثلا بدونم که این آیه شریفه که میگه انما المشركون نجسون فلا يدخلون المسجد الحرام من بعد عامهم هذا، این نجاست چه نجاستی؟ یعنی الان اگر کسی مشرک باشه مثلا نجسه، نمیتونه وارد. ما برادر عزیزم پیشترم عرض کردم که شما خدا کنه که برنامه را تعقیب کرده باشین و سوالای مربوط به همین موضوع را میکردین. شما هم سوالات دیگه دارین، متاسفانه وقت ما پوره شد. شما به پرسش و پاسخ که برنامه در شبکه جهانی وصال حق است، اگر از اونا شما بپرسین، فردا روز دوشنبه هم این برنامه هست ساعت 7:30 وقت مکه مکرمه. در انشالله سوالتان از طریق همو مرجع درست و قانونی و اصلیش بگیرین. لطف کردین. برنامه رحمت است. آخرین سوال است، بفرمایید. بله برنامه رحمت است، بفرمایید خواهر. یک مرد که زن خونم داشته باش بازم بیرم جای متاسفانه که سوالتان درست نگرفتم. خداوند مردهای ما را هم برای راست هدایت بکنه، زنهای ما را هم خدا برای راست هدایت کنه، جوانهای ما را خداوند از شر و گزند این حوادث و این چیزهایی که در ما حول ما است حفظ بکنه. آبرو و عزت خانواده های ما را خدا حفظ بکنه. به ما و شما توفیق بده که ما سبب نشویم که خدای ناخواسته است خانواده های ما خجالت زده شوند، در اجتماع ما سرافکنده شویم، رنگ ما زرد شود. از خداوند تمنا میکنیم که روزهای سختی که این امت به او مواجه است، این روزها را خداوند روزهای آسان و خوشی تبدیل بکنه. خداوند کسایی که امت به می سرنوشت مظلومانه روبرو کردن از اینا سخت بازخواست بکنه.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین. شما را به الله یکتا و به همتا می سپارم. خدا یار و یاور شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. أوحى به الله وحيا ففاض نورا وأحيا به الموات فكان الدنيا المراتل عليا دنيا المراتل عليا وللحياة ربيع يهمي على الروح ريا ومرفأ والأماني ظلاله تتفيا فكان الدنيا المراتل عليا دنيا المراتل عليا وللحياة ربيع يهمي على الروح ريا ومرفأ والأماني ظلاله تتفيا بالدمع تتلوه عيني والقلب بات نديا.